ساعت 3 صبح بود و من میخواستم با روش بتمن دست و وین کنم و انمیا رو فشاری کنم. بزن که بریم. با نام و یاد خدا از فارم شروع میکنیم که فارم خالیه. عجیبه. چون که بتمن کم نمیاره منم کم نیاوردم و رفتم یه دراپ بخرم. اینجا اومدم یه دراپ بخرم که این اتفاق افتاد. این انمی سگ دمیج هم کرد و دیگه نتونستم دراپ بخرم، مجبور شدم از اون برم بیرون. اینجا هم اومدم دراپ بخرم که بازم انمی ها ولم نکردم، ولی من کار خودمو کردم و دراپ رو خریدم. حاجی بالاخره دراپ رو خریدم. الان فقط یه HS منتفی لازم دارم تا دستو جمع کنم. همونطور که میبینین دوستان عزیزمون نذاشتن من HS هم باید دراپ بگیرم و باید دهنشون رو سرویس کنم. اینجا این دوست عزیزمون رو زدم، ولی خب یه تیر دیگه میرفت لابی، اون یه تیر رو نزدم و ببینین چی شد. هیچ اشکالی نداره چون من الان HS هستم. اینجا یه هاوری میخواست منو بزنه که دیفندر زدم و انقدری که دمیجش کردم خودش رفت تو زون و رفت لابی. اینجا صدا تیر بود ولی خدا رو شکر بات بود. من فکر کردم انمیه. خب خوبه، الان این دوتا رو میزنم، دوتا کیل مفتم گیرم اومد. از جلوتر صدا تیر میاد، من فکر کردم باته، رفتم که بزنمش، کاور خودم ول کردم، دیدم نه انمیه. آقا تو اینجور موقعیت ها کاور خودتون رو ول نکنید، همینجوری الکی راش ندیم به دیگه. تو مش فکر نمی کردم انمی باشه تا اینکه چاپر فرستادن و یکی اینجوری شبیه اسپایدرمن فرود اومد. اینجا یکم دمیجش کردم، بعد رفتم که بزنمش ولی این چاپره نذاشت و رفتم زونو دور زدم تا برم سورپرایزش کنم. این دوست عزیزمونم که اینجا کم کرده بود و فکر کرده بود من هنوز اون برم، ولی خب سورپرایز شد دیگه. این دوست عزیزی که روبرومه نفر آخره و یه جور راشات فکر کردم بروکنه. اینجا هم که دو سه تا شات زدم ولی همش در و دیوار، از آخر اینجوری زدمش و ببینین چی گفته هم. Yo, please, 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 please. مشی مغزم گوزید، یکم آرومتر بگو. اینجا هم یکم فشاریش کردم و از آخر زدمش و دست و وین کردم. اگه خوش من یه لایک و ساب بزن.